الحمدلله در لحظات قرار گرفتگیم که از این سو وبا آمده است و از سوی دیگر رمضان آمدنی است و انسان مطیع چی در حالت نعمت و چی در حالت مشقت باید که با آن عهدی که همراه پروردگارش کرده است که در هر گونه حالت اطاعتکار پروردگار باشد، باید حمد پروردگارش را بگوید. این لحظاتی که گذریش از نعمت شد و دوره گذریش از مشقت است، ما بندگان یک زندگی عادی نداریم. همان گونه که سنجش های خداوند نیز در این ایام عادی نیستند، بلکه سنجش های خداوند سنجش های مصیبت آمیز هستند که توسط وبای عصر، توسط بیماری ها، توسط مشقتی های اقتصادی ما سنجش کرده می شویم و باید در هر حالت حمدگوی الله متعال باشیم. پیامبر الله فرستاده از جانب پروردگار عالمیان به سوی ما را در این ایام مشقت تذکیره داده است که هر صبح و هر شام باید معوذتین سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوانیم و اینچنین هر یک شب دو آیه سوره بقره را باید بخوانیم و اینچنین هر روز دعا بکنیم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. چهارم، هر روز باید دعا بکنیم این دعا را که اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. و بالاخره حصه پنجم این دعا را بکنیم که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون و سیء الاسقام. از این دورانی که تحت سنجش های مصیبت آمیز پروردگارمون قرار گرفتگیم، باید توصیه های پیامبر الله که بر جانب ما فرستاده شده است و این نصیحت ها و این وصیت ها و این توصیه ها به خاطر ما مدعیان امت محمد است، باید از این تذکیره های پیامبرمون استفاده ببریم و هر امکانات را که داریم از اون استفاده ببریم تا سبب پهن شدن این وبا نگردیم. از سوی دیگر رمضان با آمدش به استقبال ما در یک چند لحظه دیگر به ما میرسد. این ماهی با برکت به استقبال ما آمده ایستاده است تا ما را با دهی رحمتش، دهی مغفرتش و سیکی نجاتی از دوزخش ما را در آغوش عبادتانه فضیلت آمیزش بگیرد. لحظات مانده است که ماه با یک شرافت بزرگ از نزد پروردگار بزرگ، از اوج بلندترین هفت طبقه آسمان ها، از نزد خداوند مهمانی عمر هر یکی ما، مهمان حیات زندگی هر یکی ما میگردد. این ماه به زندگی ما، به روز و ایام و عمر ما، بر خاندان ما داخل شدنی است تا اینکه این روز و ایام ما را این ماه بر نفع ما بگرداند. بله ای انسانی از حد گذشته، ای آدمی توبه کننده،
در پیش تو همگی 696 ساعت یا 720 ساعت است که آمدنی است به سوی تو. این ساعت هایی که می آیند مال شخصی تو نیستند، این ساعت ها مالکی تام آنها تو نیستی. این 696 ساعت که هر روز 24 ساعتش رو تو از آن کم میکنی، ساعت های رمضانند که مالک مطلق آنها پروردگار عالمیان است، نه از آن تو هستند این ساعت ها. پروردگاری که زمان میرسد که توی بندهش را برای پرسش از این 696 ساعت در رو بروی خودش با دو پای راست برمیخیزاند و میشیناند و از تو میپرسد که این 696 ساعت را در چی گذرانیدی، در چی صرف کردی این لحظاتی رو که از آن من بودن و همچون اوقات یا وقتهای رمضانی من آن را بر تو دادم. بله، ما خواهیم نخواهیم بعد لحظه رمضان در روبروی ما قرار میگیرد، ولی نکته اینجاست که کی و چگونه و چی خیل این رمضان رو پیشواز و استقبال میگیرد. بله، در قلب های ما درج گردیده است که رمضان با آمدنش بر ما روزه گرفتن را می آورد و این شرط بندگی است که خداوند این شرط را در این ماه گذاشته است. یعنی رمضان با آمدن خودش در خود روزه داشتن و روزه گرفتن را دارد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. این شرط در قانون خداوند تحت رقم 20183 ثبت گردیده است و هر مدعی در این دین ناوابسته از مذاهب و سلوک و رویه هایش باید از این قانون همان گونه که از همان گونه اطاعت بکند. خداوند نگفت که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تذکرون الفقراء. خداوند نگفت که من روزه گرفتن را بر شما فرض گرداندم تا اینکه شما فقیران را یاد بکنید، بلکه خداوند گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، من روزه را بر شما فرض گرداندم چنانه که بر اهل پیش از شما نیز این روزه فرض گردانده شده بود تا آنکه شما تقوا کنید. خداوند نگفت که لعلکم تذکرون الفقراء تا آنکه شما کمبغلان رو، ناداران و گرسنگان رو به یاد بیارید. نگفت که روزه بگیرید تا حالت گرسنگی فقیران و کمبغلان و ناداران رو به یادتان برسد. اگر چنین می بود پس چرا بر کمبغلان بیچاره نیز این روزه گرفتن فرض شد؟ یا اگر توی بوی سر، اگر گرسنگیت در این یک ماه، آیا گرسنگی 11 ماه فقیر و نادار رو به یادش میاری؟ گرسنگی همیشگی او رو در این یک ماه حالت گرسنگی او رو به یاد میاری؟ و آیا این منطقانه است که برای فقیر نادار و گرسنه چه اهمیت دارد که تو چقدر گرسنه میستی؟ برای او فایده تو این است که تو بره و آن فقیر را سیر بکن تا اون نیز حالت سیر بودن را حس بکند، نه اینکه گشنه بمان و تو حالت گشنگی اون را حس بکن. از این حس کردن گشنگیت برای فقیر چه اهمیت دارد؟ چه تحویل و چه تحریف کردن این در ناخونک روشن فکران؟ چگونه توانستند که در احکام خداوند معانی کلام خداوند را تحریف بکنند و حکمت از روزه‌داری را نه در تقوا داشتند بلکه در دیگر چیزها دیدند و این را برای مسلمانان باز پهن و هم نصیحت کردند.
و دیگر این که خداوند متعال در این کلامش در این یگانه جایی که فرضیت روزه‌داری را بر ما امر کرد بر ما نگفت که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تشفون من الامراض. نگفت که روزه را من بر شما فرض گرداندم تا اینکه این روزه گرفتن سلامتی شما را بهتری و بهی ببخشد. نگفت که روزه بگیرید تا آنکه شما از کسلی ها شفا یابید. متحرفین و متحولین معانی کلام خداوندی در صورت علمای دین چه مثال های برای مسلمان ها آمدند و زدند و حکمت روزداری را در طبابت و معالجه بدنهایشان دیدند. و این رأی و نظر علمای اروپا و پروفسورهای کمبریج و استادهای اونیورسیته آکسفورد و عالمان امریکا را برای مسلمانان همچون یک نصیحت و عبرت و الگو بیان می‌دارند. علمای در صورت علمای دین البته در ناخونک یک مثال میارن از یک عالم محقق امریکایی با نام ماکفادین که میگوید روزه داشتن تکسین های زیر معده را از بین میبرد و تمام عضوهای درونی را شفا میبخشد. این علمای دین البته در ناخونک برای مسلمانان نظریه های عالمان اروپا و امریکا را پیشبری میکنند تا خودشان انا همون علمای را نظریه همون علما را که انا همون علما بر فرضیت روزه اقرار ندارند و هیچگاه هم روزه گرفتگی نیستند. اسلام و شریعت اسلامی احتیاج به کسی که به گفته خودش عمل میکند چه عمل نمیکند، البته عمل نمیکند به گفته خودش چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان احتیاج ندارد. چی رسد که ما امروز بیاییم امت را عبرت و نصیحت از رأی و نظریه های علمای بکنیم که تصدیق فرضیت روزه را ندارند و نمیکنند و کردنی هم نیستند. بگیم امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه از این امام بزرگ ما پرسیدند، افراد از او التجا کردند که درباره ضرر خوردن شیرینی زیاد در حلقه های درسی و معروضه های جمعات به مردم بفهمان. مدت زیاد گذشت ولی امام ما در این باره دهان با نکرد. با گذشت 40 روز بیان ضرر شیرینی خوردن شیرینی زیاد رو نکرد. بعد از گذشتن 40 روز بیانش کرد. پرسیدندش که چرا سری وقت درباره ضرر خوردن شیرینی زیاد معروضه نکردی؟ امام متقی ما چنین جواب داد، گفت زیرا خودم شکر میخوردم. تا آن مدتی که من شکر خوری رو بس نکردم بر شما فتوا و امری بس کردن خوردن شیرینی زیاد را نکردم. این است الگو، این است نصیحت که باید از آن باید بگوییم. مردانگی، بندگی و امتی و مقلدی انا در اینجاست، در اطاعت است و در پیروی. ببین که در اکثر موارد خداوند هر آن چیزی را که افلاس و پلید و ضررآور است برایت حرام میگرداند، برای همه حرام میگرداند. ولی در رمضان آن چیزی که حلال و تازه و پاکیزه است از دمیدن صبح تا غروب آفتاب برایمان حرام میگرداند.
این تحریم های حلال ها و پاکیزگی ها به خاطر چیست؟ به خاطر زیاد کردن تقوای در تقواست، تا اینکه توی بنده مسافه ها از حرام دور باشی. این تحریم ها از این پاکیزگی ها به خاطر گرسنه ماندن و تشنه ماندن نیست. هیچ گرسنه روزدار نیست مگر اینکه در آن گرسنه بودنش اطاعت نباشد. الله متعال احتیاج به گرسنه ماندن و گرسنه بودن ما ندارد، بلکه امر الله متعال در این گرسنه بودن در اطاعت بودن است. اصالت بندگی این است که قانون خداوندت را به تحویل و تحریف و به چون و چرا اطاعت بکنی. چون خداوند گفت لعلکم تتقون، چون خداوند گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس باید مراد از روزه داشتنت تقوا داشتنت باشد، نه حکمت هایست ساخته شده و بافته شده. استاد مرحوم تاجیکستان محمدی قمسنگیری لحظات آخر عمرش وقتی روزنامه نگار از او پرسید که چی وصیتی برای مردم تاجیکستان میکنی، دامولا در یک کلمه جواب داد و گفت تقوا. روزنامه نگار بار دیگر پرسید که تقوا چیست؟ گفت از حرام الله تعالی دور بودن و به حلال الله تعالی خود را نزدیک کردن، یعنی اطاعت اوامر الله متعال و اجتناب از نواهی الله متعال. آیا بنده را این زیبنده این نیست که همان گونه که امر کرده شده است همان گونه اطاعت بکند؟ بیایید هر روز این رمضانمون رو به امید زیاد کردن تقوایمون بگذارونیم. بیایید هر روز این رمضانمون رو به امید زیاد کردن تقوایمون بگذارونیم، نه به امید یاد گرسنگان و نه به امید طبابت شکمهایمون. بیایید این 720 ساعتمون را کنترل بکنیم و تصمیم و اراده امون را چنین بکنیم که در هیچ ساعتی خداوندمان را خیانت نمی کنیم. این ساعت ها وقت های ما نیستند که چگونه که بخواهیم آنها را صرف بکنیم و مصرفشان بنماییم. این ساعت های رمضانند که برای ما خداوند آنها را امانت داده است همچون وقت. پس تلف هر ساعت در غیر اطاعت خیانت امانت است. انتخاب کن، رمضان می آمدنی یا دوستت هست یا خوب پذیراییش نمی کنی و دشمنت می شود.